من میخواهم که هر یک تاجیک فرزند خودش خط نیاگانه یاد کند. تمام. ته کرسی همه دانش‌های من بعده ملی ما همین است. امروز بیشتر از 200 میلیون در جهان و زبان مادری ما حرف میزنند و ما در همین چهارچوب کریلیک ماندگی نه با خارج رابطه کرده میتونیم و نه با داخل در اسنگه. نه با علم سرچشمه علمی دسترسی دارد. سرچشمه علمی وجود ندارد. بله هست بسیار کم هستند. فقط نمید یگانه آرزوی من همین است. در نوبت اول همین کار کردن در کار. هر یک تاجیک باید که خدای یگانه را پرستش کنند. به پرستش خداوند، به آفریدگار. اگر کسی به خداوند باوری ندارد، گفته سعدی بزرگوار که یک بار با برگ درخت نگاه کند که چگونه همین سبز می شود، چگونه خشک می شود، می ریزد، شاخ خالی می ماند و سال دیگر باز ظهور می کند. همین از کجا می شود؟